امروز صبح که تو راه باشگاه بودم یهو به سرم زد یه ویدیو بگیرم، همینجوری واسه یادگاری. آخه برخلاف استاد قمیشی من به یادچگاری خیلی اهمیت میدم. خدا رو چه دیدی؟ شاید 100 سال دیگه نوه‌ای ندیده‌ای گذرش خورد به این ویدیو من و براش جالب بود که مادر بزرگش روزای جوونیشو چجوری میگذروند. کلاسم توی یکی از قشنگ‌ترین خیابونای تهرانه. فقط حیف همیشه خیلی شلوغه. اینجا هم نمیدونم چی شده بود، پلیس اومده بود، کلا لاین رفت و برگشت ماشینا قاطی شده بود و خلاصه شلوغ‌تر از همیشه بود. من همیشه اولین نفر میرسم کلاس. از آن تایمی گذاشتم به قول خارجی‌ها بنده این تایم هستم و خیلی از این بابت خوشحالم. خیلی بدم میاد دیر برسم جایی. ورزشی که انجام میدم اسمش ریفورمره. برخلاف ظاهر ناناسیش تمریناتش سخت و سنگینه و برای همین من خیلی دوستش دارم. کلاس امروزمونم فوق‌العاده پر انرژی بود. بعد از کلاس نتونستم ویدیو بگیرم، با یکی از همکلاسیام داشتیم حرف می‌زدیم. دیگه سر گل فروشی من ازش جدا شدم. اون مسیر خودش رو رفت، منم اومدم گل بگیرم برم سر کار. توی راه بودم که یهو یه باد پاییزی قشنگ اومد، برگای درخت‌ها داشتن میریختن. گفتم این صحنه رو فیلم بگیرم که یادگاری بمونه. می‌خواستم از جلوی در مجتمع ویدیو بگیرم ولی اینقدر شلوغ بود که با خودم گفتم ولش کن، شاید بعضیا دوست نداشته باشن تو ویدیوی من باشن. بر همین دیگه از جلوی در گالری ویدیو گرفتم و امیدوارم که یه روز خوب شروع کنم. اینجا گالری خودمه که هر روز از ساعت 12 تا 8 شب سر کارم، در واقع بیشتر ساعات عمرمو اینجا میگذرونم. اینجا داشتم گلا و گلدون رو مرتب می‌کردم که یهو مشتری اومد، مجبور شدم وسطش پاس کنم، ادامه‌ش رو بعد بگیرم. من از بچگی عاشق لباس بودم، مثل خیلی از دخترای دیگه، شاید حتی خیلی بیشتر از بقیه، و همین باعث شد که یه گالری لباس بزنم. بیشتر ساعات روز من مشغول عکاسی لباس هام، خودم لباس ها رو میپوشم، جلو آینه عکس میگیرم. ولی امروز چون رفته بودم باشگاه عکس نگرفتم. روزایی که میرم باشگاه برنامه عکاسی ندارم. طرفای بعد از ظهر حدوداً ساعت 4 و 5 یه کافی درست میکنم میخورم که یکم سر حال تر شم و تا 8 شب سر کار بمونم. روزایی که عکاسی نمی کنم کارهای دیگه ما انجام میدم، مثل کارهای سیستمی، ثبت فاکتورها و هزینه ها و اطلاعات مشتری و اینجور چیزا. خلاصه امروزم تموم شد، بعد بریم خونه‌مون تا فردای دیگه. راستی اسم من دلبره. اگر که به مد و فشن و لباس و استایل و اینجور چیزا علاقه داری چنل منو دنبال کن که میخوام کلی ویدیوهای جالب در موردش برات بذارم.